سلام، خوش اومدین به یه پارت دیگه از رمان جنجالی ازدواج اجباری. سرگذشت بهار، دختر 15 ساله‌ای که به اجبار با طلبکار پدرش ازدواج میکنه، اما سرگذشتی که در انتظار اونه رو با هم میشنویم. اگه تازه وارد و چنل منو سابسکرایب نکردی، خوشحال میشم از اون پایین دکمه سابسکرایب بزنی و چنل منو ساب کنی. زنگولش هم فعال کنی که وقتی ویدیو جدید یا پارت جدید از ویدیوها رو میذارم با خبر بشین. با لایک و کامنتاتون هم از چنل حمایت کنید. بریم سراغ پارت جدید. ببینم عکس رو. آورد به هم نشون داد. عکس جالبی شده بود. من با عشق به نینی نگاه میکردم و کامران به من. لبخندی از دیدن عکس روی لبم اومد. دوباره با آرش کوچولومون نگاه کردم. چشای ناز کوچولوشو بسته و داشت شیر میخورد. برگشتم و به کامران نگاه کردم. لبخندی زد و دستمو محکم توی دستش فشار داد. سرم گذاشتم روی شونش که صدای نوشین در اومد. هوی، اینجا خانواده نشستن. کامی، پاشو برو بیرون. کامران: برو بابا، واسه چی برم؟ مامان نوشین: برو مادر، کارای ترخیصشو بکن تا بریم. کامران سری تکون داد و رفت. با رفتن کامران، نوشین سری پرید کنارم و گفت بهار، میگم زایمان درد داشت. بهش نگاه کردم، گفتم یه لحظه فکر کردم دارم میمیرم. نوشین وای وای گفت و رو به مادر شوهرش گفت: ببین مادر جون، هی به من میگید وقتی ازدواج کردی زود بچه دار شید. وا مادر، مگه بچه دار شدن چه عیبی داره؟ اون که عیبی نداره، زایمانش عیب داره. برگشتم طرف نوشین و گفتم: ولی همه دردی که داری رو با صدای گریه بچه از بین میره. خب ولی خیلی سخته. با هرس گفتم: مثلا من نصف تو، اما دختره گنده هی سخته میکنه واسه من. نوشین شونه بالا انداخت و چیزی نگفت. منم چیزی نگفتم. کامران اومد و مثل اینکه مرخصم کرده بودم. با کمک نوشین و مامانش لباسمو عوض کردم. مامان علی هم بچه رو بغل کرده بود. به سختی روی پاهام راه میرفتن. علی رفت ماشین رو روشن کنه. نوشین و مامانش زیر بغلم گرفته بودن. باد سردی میومد. نگران بچه بودن که سرما نخوره. سمیه خانوم بچه رو زیر چادرش گرفته بود. تا توی ماشین نشستم. نفس راحتی کشیدم. خاله نجمه و نوشین توی ماشین ما نشستم و بچه رو از بغل سمیه جون گرفتن. سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم و چشامو بستم. طولی نکشید که خوابم برد. احساس کردم توی هوا معلقم، ولی حس این که چشامو باز کنم نداشتم. با صدای کامران از خواب بلند شدم و چشامو باز کردم. بهار خانومی، بلند شو. عزیزم، این جوجوی بابا گرسنه است. با ناله گفتن خوابم میاد. کامران تو رو خدا خانومی، الان 4 ساعت خوابیدی، پاشو یه چیزی بخور، اینجوری حالت بد میشه. بالش رو روی سرم فشار دادم و روی شکمم خوابیدم. خوابم میاد. پاشو دیگه، لوس نشو. روی تخت با هرس نشستم. موهامو ریختم توی صورتم. کامران با خنده موهامو زد کنار و گفت: آفرین، حالا پاشو بیا بریم یه چیزی بخور که ضعف میکنی. با احتیاط از تخت اومدم پایین و رفتم سمت کمد. لباسم عوض کردم. یه تاپ دورگردنی آبی با یه دامن چینچین آبی که روی زانو می پوشیدم موهامو برس کشیدم و رفتم پایین. کامران غذا سفارش داده بود. با دیدن غذاها گرسنه‌ام شد. غذا که خوردن کامران نذاش میزو جمع کنن. رفتم روی کاناپه نشستم. با صدای گریه بچه با بی‌حوصلگی خواستم برم بالا که کامران نذاشت. خودش رفت بچه رو آورد. جوجوی من داشت گریه میکرد و چشای خاکستری نازش سرخ شده بود. سری بهش شیر دادم. اونم شروع کرد به خوردن. با ولع میخورد و یه لحظه خوردن دست بر نمیداشت. کامران رفت بالا و دوشک 2 نفره پتو 2 تا بالش برگشت. اینا چیه؟ امشب اینجا میخوابیم. با تعجب بهش گفتم: واسه چی؟ خانمی، شما که هی نمیتونی بری بالا بیا پایین. ولی میرفتم نوچ نمیشه. از خدا خواسته رفتم رو دوشک دراز کشیدم.
و بچه رو وسط گذاشتم. کامرانم اون طرف بچه دراز کشید. با یه لبخندی به بچه که داشت شیر میخورد نگاه میکرد که یه لحظه حسودیم شد. داشتم با حرص بهش نگاه میکردم که سنگینی نگاه همو حس کرد. سرشو بلند کرد و به هم نگاه کرد و با لبخند گفت چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ با حرص گفتم ببین آقا کامران، نبینم این بچه رو بیشتر من دوست داشته باشی، وگرنه من میدونم. تو فهمیدی؟ خندید و از جاش بلند شد، اومد کنارم دراز کشید و پشت بغلم کرد و پشت گردنم بوسید و گفت حسودیت میشه خانم کوچولو؟ با لجبازی گفتم بله. با عشق من باشه عشق من، چشم دیگه اصلا این پسره زشت رو نگاه نمی کنم، خوبه؟ با دلسوزی گفتم خب اون وقت پسره مامان ناراحت میشه. با سرخوشی گفت خب پس من چیکار کنم خانمی؟ با لحن بچگونه‌ای گفتم خب اونم دوست داشته باش، ولی نبینه از من بیشتر دوستش داشته باشی. چشم مامان کوچولو. آرش خان بالاخره دست از شیر خوردن برداشت و ما رو ولمون کرد. برگشتم طرف کامران و سرم گذاشتم روی سینه‌اش. تا چشام بستن خوابم برد. با صدای گریه بچه از خواب پریدن. کامران از خواب پرید، بهش نگاه کرد. با ناله گفتم کامران. با صدای خوابالود گفت جونم. سرمو گذاشتم روی سینه‌اش و گفتم خوابم میاد، به این بچت بگو ساکت بشه. کامران با لحن آروم و مهربونی گفت خانومم این جوجو گناه داره، دلت میاد اذیتش کنی؟ نگاه چجوری گریه میکنه؟ بذار گریه کنه، خب منم گناه دارم. سرمو دوباره روی سینه‌اش گذاشتم که از جاش بلند شد، رفت طرف بچه، محلم نداد. سرمو محکم روی بالش کوبوندم. کامران بچه رو گذاشت توی بغلم و لباسمو داد بالا و سینه‌مو گذاشت توی دهن آرش. با تعجب بهش داشتم نگاه میکردم. چی کار میکنی؟ میبینی که گناه داره، بذار بخوابه. تو هم حالا بخواب. اومد پشتم دراز کشید و پشت بغلم کرد و خوابید. منم دستمو دور بچه گذاشتم و خوابیدم. ولی هر چند دقیقه بیدار می شدم که خدای نکرده بچه خفه نشده باشه. صبح با بلند شدن کامران چشام باز کردم. صبحت بخیر خانومی. سلام. سلام عزیزم، بگیر بخواب، من دارم میرم شرکت. نمیشه نری؟ واسه چی؟ آخه من از پس این بچه چجوری در بیام؟ زنگ میزنم نوشین بیاد پیشت. کامران رفت و دست و صورتشو بشوره. من با احتیاط بلند شدم، رفتم واسه صبحونه رو آماده کردم. داشتم براش چای میریختن که اومد داخل. تو چرا بلند شدی؟ دارم واسه صبحونه آماده میکنم. پشت میز نشست و گفت خودم درست میکردم. خب موهامو فرستادم پشت گوشم و چای گذاشتم جلوش. دست درد نکنه خانومی. خانم گلی کنارش نشستم، چیزی نگفتم. گرسنه‌ام بود، من باهاش صبحونه خوردم. داشتم میزو جمع میکردم که رفت بالا آماده شه. وقتی برگشت کوب کردم. یک کچه‌وال مشکی با کراوات نقره‌ای و پیراهن مشکی پوشیده بود. خیلی جگر شده بود. وقتی دید دارم نگاش میکنم چرخی زد و گفت چطور شدم خانومی؟ میپسندی؟ لبخندی زدم و گفتم عالیه. اومد جلو لبام بوسید و گفت من دیگه برم عزیزم، مراقب خودت و بچه باش. کاری داشتی زنگ بزن. باشه؟ باشه برو به سلامت. وقتی کامران رفت دوباره گرفتم خوابیدم. با صدای زنگ از خواب بلند شدم. نوشین و مامانش و یه دختره اومده بودن. سریع وضعم رو درست کردم، رفتم پیشوازشون. در رو باز کردم، منتظرشون موندم تا بیان. سلام، خوش اومدین، بفرمایین. با خاله روبوسی کردم، با نوشین دست دادم. دختری که پشت سر نوشین وارد شد یه دختری بود بسیار مغرور که همچین نگاهی بهم کرد که انگار داره به زیر دستش نگاه میکنه. خیلی خوش اومدین. با اکراه جوابم داد. ممنون. تعارفشون کردم بشینم. ببخشید اینجا اینجوریه نوشین. نه بابا دیشب پایین خوابیدین؟ همینطور که به زور خم شده بودم زور میزم تا دوشکو جمع کنم. جوابشو دادم. آره سختم بود برم بالا. کامران گفت پایین بخوابیم. نوشین سریع اومد کمکم و دوشکو جمع کرد. بهم گفت که بشینم. بعد رو کرد طرفم گفت راستی مامان کوچولو یادم رفت معرفی کنم. نازلی جون دختر خاله علیه. سری واسه دختره تکون دادم. گفتم خوشبختم. اونم سرشو تکون داد. اوف دختره پرو انگار دماغ فیل افتاده پایین.
حالا خوب همه جاش عملیه با اون هم آرایش که کرده شبیه دلغکا. نوشین رفت طرف آرش و گفت ای جونم خاله قربونت بره عزیزم، عزیز دلم، ببین چه خوشگل خوابیده. رفتم آشپزخونه واسه شون شربت آوردم. خاله نجمه بشین عزیزم، چرا هی سر پای داشتم از درد میمردم، ولی با این حال گفتم خوبم خاله نگران نباشیم. کنار خاله نشستم. دوباره آرش بلند شد و گریه میکرد. هر کار میکردم شیر نمیخور. خاله گفت مادر شاید جاش کثیف کرده. سرمو تکون دادم. راست میگفت. از ساک آرش که همون پایین بود پوشکشو برداشتم. وقتی باران بچه بود پوشکش من عوض میکردم، واسه همین بدم نمیومد. سری پوشکشو عوض کردم و شلوارشو تنش کردم. ساعتای یکی بود که به کامران زنگ زدم. گفتم میاد ناهارمو بگیره، علی هم با خودش بیاره خونه. علی و کامران با خنده وارد خونه شدن. به نوشین گفتم بره از اون بالا واسم لباس بیاره. کامران با دیدن نازلی اخ میکرد و به سردی جوابشو داد، ولی نازلی با اشتیاق حالشو پرسید. مشکوک شدم به این کارشون. کامران غذا رو داد دست نوشین و رفت طرف آرش که چشاش باز کرده بود. داشت دور و برش رو نگاه میکرد. بغلش کرد و با ذوق گفت وای پسر من، نگاه کن جیگر منو، نگاه کن نفس رو ببین چه خوشگله. با شوخی از تو آشپزخونه صدای زدم کامران خان قرارمون یادت رفت؟ سری آرش رو گذاشت بغل خاله و گفت نه خانمی من غلط کردم. علی زد تو سر کامران گفت خاک تو سر زلزلیلت، هنوز هیچی نشده وا دادی؟ حالا چه قراری گذاشتی؟ قرار نشد فضولی کنی دیگه علیا. هی بهار بگو ببینم چیکار کردی که اینقدر بچه زود وا داده. خندیدم و میزو چیدم و همه چی رو واسه نهار صدا کردم. بچه رو از دست خاله گرفتم، گفتم بشینه سر میز. خودم رفتم تو حال نشستم. وقتی دیدم نازی خوش بغل کامران جا داد، خون خودم رو میخوردم. میخواستم پاشم از وسط نصفش کنم. نوشین سری نهارش رو خورد، اومد بچه رو از من گرفت تا من نهار بخورم. رفتم وسط علی و کامران نشستم و نهار خوردم. داشتم میزو جمع میکردم که گریه آرش بلند شد. نوشین از تو حال صدا زد بهار بیا عشق خاله داره گریه میکنه، بده باباش دارم سفره رو جمع میکنم. کامران نیست، رفت دشویی. میزو نصفه ول کردم و رفتم آرش رو بغل کردم. علی که فهمید معذبم بلند شد و رفت جلوی تلویزیون نشست و خوش رو مشغول کرد. منم با خیال راحت به جوجوم شیر دادم. با حرفی که خاله زد هم من هم کامران رفتیم تو فکر. بهار جان خاله تو نمیخوای ادامه تحصیل بدی؟ آخه با این بچه من که ازدواج کردم، مرسه شبانه باید برم. نازلی با تعجب گفت مگه چند سالشه مدرسه میره؟ خاله 16 سالشه مادر. آره یه کمی واسه ازدواج عجله داشت. نازلی با تحقیر نگاهی بهم کرد و گفت بایدم داشته باشه. از عصبانیت سرم انداختم پایین و خودم با آرش مشغول کردم. کامران خب خاله داشتی میگفتین. این حرفو که زد انگار آب سردی بود روی آتیش. خیلی خوب کنفش کرد و محلش نداد. آره مادر داشتم میگفتم. بعدم چشقره تحویل نازلی داد. شما خوب ببریدش آموزشگاه ثبت نامش کنی، اینطوری بهترم هست. کامران سری تکون داد و به فکر فرو رفت. نوشین جان میشه میوه رو از توی یخچال بیاری؟ آره زن چرا نمیشه. بعد خوردن میوه خالشون عزم رفتن کردن. کامران ادامه میز رو جمع کرد و بالشش رو روی زمین انداخت و چشاشو بست. کامران پاشو برو بالا بخواب، کمر درد میگیره. با چشم بسته جواب داد نه همینجا خوبه، چیزی نگفتم. اونم گرفت خوابید. آرش رو که خوابیده بود کنار کامران گذاشتم و رفتم از تو اتاق پتو آوردم و روی کامران انداختم. رفتم آشپزخونه تا ظرفا رو بشورم. آروم کارام میکنم که بیدارشون نکنم. بعد شستن ظرفا خسته شده بودم ولی خوابم نمیومد. گوشی کامران که روی میز بود روشن خاموش میشد. رفتم طرفش و جواب دادم
بله. الو، چرا حرف نمیزنی؟ گوشی قطع شد. شونه بالا انداختم و گوشی رو گذاشتم سر جاش. رفتم بیرون تا یه هوای توپ بخورم. سالی دیگه با دیدنم پارس نمیکرد، مثل اینکه دیگه اونم منو میشناخت، ولی من هنوز ازش میترسیدم. داشتم واسه خودم آروم آروم راه میرفتم، شعر میخونم. کنار استخر وایسادم، توشو نگاه کردم. چقدر کثیف شده بود. باید به کامران میگفتن یکی بیاره اینو تمیز کنه. روی صندلی کنار استخر نشستم و به فکر فرو رفتم. به خانوادم فکر میکردم که الان دارن چیکار میکنن. دلم واسه همشون خیلی تنگ شده بود. خیلی وقت بود سر مزار مامان نرفتم. با یادشون اشکام روی گونه‌هام جاری شدن. وقتی حسابی گریه کردم، خودمو خالی کردم، رفتم تو خونه. کامران از دستشوی اومد بیرون و با دیدن چشای سرخ و پف کرده من با تعجب گفت چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ سری تکون دادم و گفتم هیچی. آرش بیدار نشده؟ نه خوابه. وایسا ببینم چرا گریه کردی؟ دستمو گرفت. هیچی کامران، ول کن، الان بچه بیدار میشه. تا نگی چی شده ولت نمیکنم. کنترلم از دست دادم. گفتم میخوای بدونی چرا گریه کردم؟ میخوای بدونی چرا گریه کردم؟ خیلی خوب میگم. با گریه ادامه دادم. دلم خانوادمو میخواد. دلم آغوش گرم بابامو میخواد. دلم باران کوچولومو میخواد. حالا فهمیدی چرا گریه میکنم؟ سرمو گذاشتم روی سینه‌شو، گریه کردم. دستشو تو موها فرو کرد، چیزی نگفت. سرشو گذاشت روی سرم، نوازشم کرد. دلم میخواست بدونم چرا اجازه نمیده خانواده‌مو ببینم. مطمئنا یه موضوع دیگه ای بود که اجازه نمیداد، وگرنه تا حالا هیچ کس با یه دختر این کارو نکرده بود. وقتی گریم تموم شد، سرم روی سینه‌اش بلند کردم و گفتم میخوای بدونی چرا میخوام بدونم چرا نمیذاری ببینمشون. به هم نگو، فقط به خاطر طلبت باشه. با کلافگی گفت الان نه بهار، میفهمی الان وقتش نیست. با حقیق گفتم ولی من میخوام. نذاش ادامه حرفام بزنم و داد گفتم الان نه، فهمیدی؟ با صدای دادش آرش بیدار شد و شروع کرد گریه کردن. با بغض به کامران نگاه کردم. بدون توجه به آرش دویدم طرف پلا. وقتی رفتم تو اتاق، در محکم کوبوندم به هم. روی تخت به پشت دراز کشیدم و اشکام اجازه دادم آروم آروم بیاد پایین. با باز شدن در پتو رو کشیدم روی سرم و کامران محل ندادم. اونم کنارم نشست و پتو رو اروم کشید. خانومم بلند شو، ببین آرشی داره گریه میکنه. بلند شو، دلت میاد اشکاشو ببینی؟ دستشو کشید روی موهام که داد زدم به من دست نزن، فهمیدی؟ خیلی خوب خانمی، پاشو، من به جهنم. پاشو با آرش شیر بده. آرش تو بغلش بود، داشت گریه میکرد. از جام بلند شدم و آرش تو بغلش گرفتم و پشت کردم بهش و به آرش شیر دادم. اومد جلوم نشست و با دیدن اشکام گفت الهی قربونت برم، گریه نکن. خوب نیست با اشک به بچه شیر بدی ها. جوابشون ندادم. آرش ازم گرفت و که باعث شد گریه آرش در بیاد. چی کار میکنی؟ با جدیت گفت اشکاتو پاک کن، زود باش. گفتم بعد بهت توضیح میدم. یعنی بعد توضیح میدم؟ دستمون طرفش دراز کردم. گفتم بده بچه رو، کوری نمیبین داره گره میکنه؟ به درک، زود باش، پاک کن. گره کنه بهتر از اونه که شیر کوفتی بخوره. صدای گریه آرش رو اعصابم، واسه همین سری اشکامو پاک کردم. آرش تو بغلش قاپیدم. جونم عزیزم، آروم باش مامانی، آروم. سینه‌مو گذاشتم توی دهنش که باعث شد گریهش رو تموم کنه. کامران وقتی دید محلش نمیذارم، بلند شد و از اتاق رفت بیرون و در محکم به هم کوبید که با صدای آرش باز دوباره آورد بالا. داد زدم دیوانه روانی، عمته، گم شو. جوابمو نداد. وقتی آرش خوابش برد، آروم از خودم جداش کردم و روی تخت گذاشتمش. خودم هم روی تخت دراز کشیدم. قرار بود هفته بعد خواهر و برادر کامران بیان ایران. کم کم چشام روی هم افتاد و خوابم برد. یک هفته بعد کم و بیش با کامران آشتی کرده بودم. بهار، زود باش بابا، داشت چی کار میکنه؟ الان هواپیما فرود میاد. خیلی خوب وایسا، اومدم دیگه. قرار بود بریم فرودگاه دنبال بچه ها. آراش آماده کرده بودم و داده بودمش دست باباش. منم لباسمو
با کامی ست کردم. راه افتادم طبقه پایین. بریم کامران. همونطور که آرش تو بغلش بود از روی ما بلند شد و گفت چه عجب. بعد اینکه در رو قفل کردم سری سوار شدم. کامران بچه رو داد دستم. برو بغل مامانی آرش. دستامو دراز کردم گفتم بیا جیگر مامان. کامران بچه رو آروم گذاشت تو بغلم. دست آرش تو دستم گرفته بودم و قربون صدقش میرفتم. وای خانومی یکم ما رو تحویل بگیر. نوچ نمیخوام با شما نمیخوام، شما باید یکم ادب بشین. اون وقت چرا؟ خودت بهتر میفهمید. دیگه چیزی نگفت. کامران از اون روز که به زور با هم رابطه داشتیم دیگه به هم نزدیک نشده و حتی بعد از به دنیا آمدن آرش دلم واسهش میسوخت. هرچی بود اون یه مرد بود، خواسته‌هایی داشت. تا الان هم که هیچی نگفته بود خیلی مردونگی کرده بود. البته من خیلی میترسم چون خاطر خوبی ازش نداشتم. همیشه توی مرسی بچه ها در مورد لذتش حرف میزن و من هم واسه دفعه اول نه تنها لذت نبردم بلکه خیلی هم بهم بد گذشته بود. یکم باید به خودم فرصت میدادم تا با این شرایط کنار بیام. با صدای کامران به خودم اومدم. برگشتم طرفش رو گفتم چی؟ کجایی؟ میگم پیاده شو رسیدیم. با آهستگی پیاده شدم. کامران اومد طرفم. آرش رو ازم گرفت و بغلش کرد. منم دستمو دور بازوی کامران حلقه کردم. بعد چند دقیقه معطلی بالاخره اومدن. اوناهاشن. کامران اومد. اونا هم که ما رو دیده بودن واسمون دست تکون میدادن. بعد سلام و احوال پرسی و اینا کیانا رفت سمت آرش با بازو گفت ببینم این جیگر عمه رو. وای الهی قربونش برم چقدر خوشگله. لادنم بعد دیدن آرش کلی اظهار خوشحالی کرد و به همون تبریک گفت. آرش از بغل کامران گرفتن و اونم با چمدونا برگشت. راه افتادیم سمت خروجی. داشتیم میرفتیم سمت ماشین که دیدن یه ماشین با سرعت داره میاد طرف کامران که داشت جلوتر از همه راه میرفت. بی توجه به کیانا که داشت با آرش که تو بغلش بود حرف میزد دویدم طرف کامران. با جیغ صداش کردن کامران. برگشت و با دیدن ماشین سری پرید اون طرف. یه لحظه قلبم وایستاد. داشت با بعد بهش نگاه میکردم که اشکام سرازیر شدم. دستم جلوی دهنم گرفتم. با کامران که روی زمین خوش انداخته بود نگاه میکردم. کاوه و منصور رفتن طرف کامران و کمک کردن روی زمین بلند شه. همه توی بهت بودن. کیانا که متوجه من شده بود بچه رو شوت کرد تو بغل لادم اومد طرف من. آروم باش عزیزم آروم باش. خدا رو شکر به خیر گذشت. وقتی دید آروم نمیشن کامران صدا کرد. کامران با دیدن قیافه زارم اومد طرفم. سرمو گذاشت روی سینه‌ش گفت آروم باش عزیزم آروم باش چیزی نیست. با گریه گفتم اگه بلای سرت می اومد من چیکار میکردم؟ هیس آروم فعلا که چیزی شده. با گریه آرش تو بغلم اومد بیرون. با دستمالی که منصور به هم داد صورتم پاک کردم و رفتم آرش رو بغل کردم. تو ماشین که با هر بدبختی بود خودم رو جا کردم. کاوه و کامران میشناختی کی بودن. کامران سرشو به معنی نه تکون داد. منصور من پلاکشو برداشتم. بهتر نیست بری شکایت کنی؟ حالا بذار ببینم چی میشه. با ترس گفتم کامران نکنه همونه که تهدیدت کردن. کامران از تو آینه بهم چشم قره‌ای رفت که فهمیدم نباید جلو اینا چیزی میگفتم. کیانا با نگرانی گفت بهار چی میگی کامران؟ کی تهدیدت کرده؟ هیچی بابا اون موضوع مال خیلی وقت پیش بود حل شده. از پنجره به بیرون نگاه میکردم. مطمئن بودم که همونه. چند وقتی بود که کامران محافظا رو مرخص کرده و باز دوباره باید بهش بگم اونا رو بیاره. با ذهنی درگیر بدون اینکه متوجه بشم بچه ها چی میگن از ماشین پیاده شدم. در خونه رو باز کردم. بهار به طرف لادن که صدام کرده بود برگشتم. با حالت استفهام نگاش کردم. بله چرا اینقدر ناراحتی؟ کیانا زودتر جواب داد. حتما به خاطر اینه که ما اومدیم. اخم مستهلک کردم و گفتم این چه حرفی؟ اتفاقا خوب کردی اومدین کاوه. خدا حتی دلت بشنوه زن داشت. همه با این حرفشون خندیدم ولی من فقط یه لبخند زدم. به هر کدوم از بچه ها به یه اتاق دادم. خودم رفتم تو اتاق تا لباسم عوض کنم.
یه تیشرت قهوه‌ای با گرمکن قهوه‌ای پوشیدم. موهام با یه تله فرستادم عقب. کیانا داشت که کیوان رو دعوا میکرد. رفتم پایین، دیدم آرشم داره گریه میکنه. فهمیدم حتما کیوان سیخونکش کرده که بچه زده زیر گریه. کیوانم مقابل دعوای کیانا بغض کرده بود. سرش رو انداخته بود پایین. چی شده؟ چرا دعواش میکنی؟ کیانا: به خاطر اینکه آقا کیوان پسر بدی شده. آره کیوان. کیوان با بغض گفت: نه زندایی، به خدا من فقط داشتم باهاش بازی میکردم، یهو خودش زد زیر گریه. دلم واسه لحن حرف زدنش ضعف رفت. رفتم جلوش و دو زانون نشستم و آروم گفتم: آره بابا، این بچه اینقدر لوسه تا باهاش حرف میزنی میزنه زیر گریه. کیوان که با این حرف من شیر شده بود گفت: راست میگی؟ آره عزیزم، یعنی تو دوستش نداری؟ چرا گلم؟ مگه مامان تو رو دوست نداره؟ خب چرا، منم مامان آرشم دیگه، دوستش دارم. بعدم بلند شدم و آرش رو بغل لادن گرفتم. قربونت داره مامانی. چی شده فدات شم؟ بارکه تو اشکاش سرازیر. کامران پشت بغلم کرد گفت: شبیه مامانشه دیگه، اونم همش اشکاش سرازیره. سرمو چرخوندم طرفش رو گفتم: اگه مامانشو اذیت نکنی اشکاش سرازیر نمیشه آقا. اگه اذیت نکنم پس چی کار کنم؟ بیا نگاه کن. بیا نگاه خودت. کرمی با صدای کاوه به خود اومدیم. بابا ول کنی، همون اینجا خانواده نشسته. این کارا رو بذارید واسه وقتی که تنها شده. حالا هم زندادش این نخودو بیاره بده به عموش ببینم. از بغل کامران جدا شدم و آرشو دادم دست عموش و رفتم سمت آشپزخونه تا شام درست کنم. کامران: ها، نوشابه نداریم؟ برو بگیر. الان نه، و فردا. بیخی بابا، کسی نوشابه نمیخوره. با عرض گفتم: کامران، کاوه راست میگه، زندادش ما نوشابه خور نیستیم. دیگه حرفی نزدم. سری مرغا رو گذاشتم توی فرد تا کباب بشن. همراهش نون و دوغ ریحون آماده کردم. بعد شام که همه کلی دست پختم تعریف کردن، چون همه خسته بودن قرار شد همه بخوایم فردا واسه نهار بریم بیرون. کامران آرش رو بغل کرد رفت بالا. منم بعد اینکه خونه رو سر و سامون دادم رفتم بالا پیششون. کامران چشاشو بسته بود. آرش هم داشت وول میخورد دو جاش. آروم رفتم این طرف. آرش دراز کشیدم. کامران آرش رو ببینم گذاشته بود، با آرش شیر دادم، ولی مگه ول میکرد؟ داشتم بیهوش میشدم از خواب. کامران از جاش تکون خورد. کامران چشاشو باز کرد. با ناله گفتم: کامران خوابم میاد، تو رو خدا بیا اینو جدا کن. خب بخواب دیگه، این چی کارش داری؟ کامران کمرم خوش شد. کامران با بدجنسی به من نگاه کرد و گفت: باشه ولی شرط داره. با حوصلگی گفتم: باشه قبوله، هر چی باشه. نمیخوای شرطو بشنوی؟ نه دیگه. گفتم قبوله. اوکی. همونطور که آرش رو ازم جدا میکرد گفت: خب اینم از این، حالا بریم سر شرطمون. با خوابالودی گفتم: خب 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 شرطم اینه که شما امشب تا صبح باید در اختیار من باشی. و با گیجی بهش نگاه کردم و گفتم: یعنی چی؟ یعنی اینکه با این حرفش چشام شیش تا شد. چی؟ سریع دستشو گذاشت روی دهنم و گفت: هیس، چه خبر الان باز این یارو بیدار میشه؟ عمرن بار تو خودت گفتی هر شرطی غیر از این. نوچ. کامران با گذاشتن لباش روی لبام جلوی اعتراضمو گرفت. منم کم کم باهاش همراهی میکردم. صبح با صدای گریه آرش از خواب بیدار شدم و من نمیدونم این بچه چقدر انرژی داشت که همش گریه میکرد. کامران کنارم نبود. با دیدن خودم یاد دیشب افتادم که چقدر خوب بود. برخلاف دفعه قبل خیلی خوب بود. نمیتونستم با آرش شیر بدم، واسه همین ملافه رو دور خودم پیچوندم و رفتم تو اتاق. سرم آرش ازش بیرون کردم بیرون و کامران صدا کردن: کامران اومد تو اتاق. نگاه از سر تا پا بهم کرد که باعث شد خجالت بکشم و سرم بندازم پایین. جونم، تو میتونی آرش رو ببری من برم دوش بگیرم؟ آره عزیزم، برو. بعدم رفت طرف بچه بغلش کرد رفت پای. منم سریع رفتم تو همون.
چپیدم توش. بعد از اینکه دوش گرفتم سری تونیک سفید با یه ساپورت مشکی پوشیدم. موهام همونجوری خیس دور خودم رها کردم. رفتم تو آشپزخونه. بچه‌ها داشتن صبحونه می‌خوردن. سلام، صبح بخیر. همه برگشتن طرفم. جوابم دادن. کامران، بهار، برو موهاتو خشک کن، سرما می‌خوری. نشستم صندلی کنارشو. گفتم بی خیال، حوصله ندارم، خودش خشک میشه. برو موهاتو خشک کن. گفتم از جام بلند شدم. گفتم همش گیر بده. بعدم رفتم موهامو خشک کردم. برگشتم. چند لقمه بیشتر نتونستم بخورم. تو آشپزخونه من و کیانا لادن نشسته بودیم و حرف میزنیم. با صدای کامران صحبتمون قطع کردیم. خانوما سریع آماده شین، ساعت 12 از جام بلند شدیم و رفتیم تا آماده بشم. آرشو گذاشتم روی تخت و کامران گفتم حواسش بهش باشه تا برگردم. خودم رفتم تو اتاق. آرش که الان کیانا اینا اونجا بودن در رو زدم، وارد شدم. کیانا جونم ببخشید، میخوام واسه آرش لباس بردارم. راحت باشه عزیزم. رفتم سر کمد و واسهش لباس سرهمی قرمزی که لادن از آمریکا آورده بود برداشتم. جورابای کوچولو سفیدم برداشتن که پاش کنم. با یه ببخشید از اتاق اومدم بیرون. کامران جلوی آینه داشت موهاشو درست میکرد. با یه عالمه قربون صدقه آقا آرش رفتن. بالاخره لباسشو تنش کردم. وای، یه قربونش برم، چقدر خوشگل شده بود. بوسش کردم، دوباره گذاشتمش روی تخت. از توی کمد مانتوی قرمزم و همراه با شلوار لیو سفیدم و شال سفیدم برداشتم. موهامو هم یه یال بالای سرم جمع کردم و یه ریمل و یه خط چشم کشیدم و با یه رژ لب صورتی ادکلون کامرانم برداشتم و به خودم زدم. به نظر من ادکلونای مردونه خیلی خوشبوتر بودن تا زنونها. هوی خانمی، اون که زدی مال من بود. یه چشمک پرشوی تحویلش دادم. گفتم من و تو نداریم عشقم. باشه، بذار برگردیم بهت نشون میدم. چیزی نگفتم. آرش رو بغل کردم، رفتم پایین. مادر و پسر خوب با هم ست کردین و با آرش نگاه کردم. گفتم آره دیگه عمه جون. الهی عمه قربونش بشه. نگاه چقدر رنگ قرمز بهش میاد. خودم لوس کردم و گفتم به آرش یا مامانش؟ کیانا و لادن خندیدم. گفتم به هر دوتاشون ماشاءالله. از بس خوشگلی، آدم میمونه تو کار خدا. لبخندی زدم و گفتم لطف دارین کامران. چی داشتین میگفتیم؟ خصوصی بود آقا. برگشت طرفم گفت اینجوریاست. بله دارم برات. داشته باش عزیزم. آرش رو بغل کردم. گفت وای، قندسال بابا رو نگاه، چه دختر کش شده. مامانش قربونش بره. با لجبازی گفتم میره. کیانا خدا نکنه عزیزم. اگه تا اینجا این رمان همراه من بودین خوشحال میشم چنل منو سابسکرایب کنین، زنگوله‌شم فعال کنین که وقتی ویدیو جدید یا پارت جدید میذارم با خبر بشین. لطفا با لایک و کامنتاتون هم از چنل حمایت کنین. تا پارت بعدی، خدا نگهدار.